سلام به کانال کیمیا یوگا، خوش اومدین. من دوباره اومدم با 5 تا حرکت دیگه برای پشت میز نشین ها. اون 5 تا حرکت قبلی رو اگر انجام داده باشید و تکرارش کرده باشید میدونید چقدر تاثیر گذاشته روی گردن و سرشونه هاتون. اگر هم انجامش ندادین لینکش رو براتون میذارم، کلیک کنید، برید انجامش بدید، تکرارش کنید تا تاثیراتش رو متوجه بشید و بعد با این ویدیو همراه من باشید. لایک، سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. حرکت اول، دست راستت رو ببر پشتت و توی دست چپت قلابش کن. بذار توی پهلوی سمت چپت بمونه. گوشت رو به سرشونه چپت نزدیک کن و به کششی که سمت راست گردنت میاد آگاه باش و دم و بازدمت رو جاری کن. 10 ثانیه توی این سمتت بمون و بعد برو سمت مخالف. 10 ثانیه هم سمت مخالفت رو انجام بده و بعد آروم دستات رو رها کن. حرکت دوم، میخوام که دستاتون رو ببرید پشت صندلیتون رو بگیرید. میتونید بیاین یه خورده جلوتر بشینید، دستاتون رو ببرید پشت. اگر که نمیرسه یا مدل صندلیتون فرق داره میتونید دستاتون رو قلاب کنید و سرشونه‌هاتون رو رول کنید به سمت عقب. قفسه سینه رو هل بدید به سمت جلو. سعی کن که گردن، صورت، عضلاتش رها باشه. فقط قفسه سینه‌ت رو به سمت جلو ببر و نفس بکش. با هر دم احساس کن که هی قفسه سینه‌ت داره بزرگتر میشه. دم و بازدمت رو جاری کن و آروم دستات رو رها کن. حرکت سوم، دست راست همین پشت صندلیت میمونه، دست چپ روی زانوی چپت هست. خیلی آروم ازتون میخوام که چرخش کم داشته باشید. از سمت ناف به سمت عقب نگاه کن. اگر برات سخته و گردن درد میگیره میتونی روبرو رو نگاه کنی، ولی حتما سعی کن چرخش رو از سمت ناف داشته باشید توی ستون فقط و حتما سمت دیگه هم انجامش بده. دم و بازدم و آروم رهاش کن. حالا دستاتون رو دست راست آرنج مخالف رو میگیره، دست چپ آرنج مخالف رو میگیره. آروم میاری بالای سرت. سعی کن که یه خورده ببریش دستات رو بکشی به سمت بالا. انگار ساعت دستی رو دارن میکشن به سمت سقف و بازوهات کنار گوشت باشه. حالا آروم ضربه های آروم به سمت عقب بزن. اگر برات امکانش هست بذار که یه خورده به سمت عقب بره. حواست باشه که گردن، عضلات گردن کاملا رها باشه و خیلی آروم دستات رو رها کن. حالا با کمک دست راست بر حرکت پنجم. با کمک دست راست دست چپت رو ببر به سمت راست، نگاهت به سمت چپ بذار، کشش توی سرشونت باش حتما. دم و بازدم و این کار رو با سمت مخالفت هم انجام بده. نفس هات رو جاری کن و آروم دستات رو رها کن. حتما این حرکت رو بین کارتون انجام بدید و تداوم داشته باشه تا تاثیرش رو بیشتر احساس کنید. زنگوله رو روشن کنید که باز براتون جایزه داریم. سابسکرایب، لایک یادتون نره.